شاعره شناخته تاجیک گلرخسار صفیه افسوس میخورد که سفرهای زیادی کاری و سیرکاری برایش امکان نداد به پسر یگانه اش به سری مادری کند و حالا این کمبودی را او در نبیرگانش جبران میکند. آفرین من عزیزا نتونستم تربیت کردن چون که دویم در سفر بودم یک کم ترکت مثلا کم ترک خیلی خودم بحث میکنم و خیال میکنم که عزیزم از مادر سیر نشده است اما هر چقدر قوت و هنر و هم چقدر مهر و محبتی دارم در بچه‌های عزیز میتونم. گلرخسار صفیه از مشهورترین شاعران دوران معاصر تاجیکستان، مؤلف ده‌ها کتاب نظمی و نثری است، اما اسم او در جامعه تاجیکستان فراتر از یک شاعر چون یک زنی آزادیخواه و صاحب اندیشه آشناست. ما افشید به زندگانی میکردیم و اکنون قید گویم همین نزد تیریزی خوابگاه یک درخت اکاتس گل کردگی بود. همین اومدن هم водопровод همونجا بود دستشون با گلی لاله. بعد من دوتا میسیتم گل اکاتس کندم و کسب دادم که قهر کردن شما ما به چه گل میتید؟ من گفتم خیلی شما دختری خوشرو گل دادن بد می؟ نه گفتن نه بد نه گفتن شما نباید من به گل تید شما من شما نمیشناسم همین که بعد شناخت رفتیم خیلی اون طرفش بعد گلرخسار میگوید مهمترین، عزیزترین و صادقترین شخصی که در تمام عمرش داشته است شوهرش است که در همه پستی و بلندی های زندگی شاعر را همراهی کرده است. نعمت گفتن من تا حاضر مشاهده میکنم که از همون وقتی که با پای من و یا گل دادن همون اکاتسیا را دادن تا حاضر هر روز وقتی که از کار میبرویند در دستشون حتما یک دسته گل است و آورده با پای گلرخسار میتین تا حاضر از سال 66 این طرف. در اینترنت کلان شدم من تنها بودم چیزی خوشبختانه از روز اول من اویلم شوهرم اینا هم خیلی کار کردن که مثلا من خودم هم وقتم زیاد صرف نکنم هم خودم مثلا خسته کس نکنم اینا هم کارو میکنم. نیکی هر کدومشون حاضر اگه بود که دایره بزنن رقص کنن سرود بخونن دوتار بزنن همشون براتون با صفت اجرا میکنن. یعنی که دخترای صفی و بچهای صفی بسیار با هنر و با استعداد. خود شما معلومه کم میسرید؟ کم نه خیلی میسرم اگر وقت داشته باشم من خیال میکنم که حتی آدمای لال با 50شون سرود میخونن. Я желаю вам счастья, здоровья, и чтобы вы жили долго и счастливо, и чтобы вы никогда не заболели и никогда не умерли. Вот это то, что я не умерла, это очень хорошо. Ой, Джунаки. Поздравляю вам 60. Не, а видишь, далеко не стыдно, но хоть он ще напухает. 60, а я тебе промадят так много.